آقا اینجوری میگه اولین کبابمون رو واسه خودمون زدیم. این فیلم ها برای کامل شدن انگشون ماخت ویدیو تولدم بود. اینم کیکش بوتش کردم. دنکه الف گراتیه. خلاصه گیاهخوار نمیشه پول لازم. اینم بهت میگم که اینجا میشه فقط گیاهخواری. وگن میشه. بیزین وگن. آقا مکان اینجوری پله میخوره. یا پایین یا اینجا یه جا داره برای لباساتون رو بذارید. قشنگ تیکته میای داخل. اینجا میتونه آدم بشینه. تو حتی میتونی اینجا هم یه دونه تلویزیون بزنی. قشنگ که تا اینجا میشینه میبینه یارو. میشونم تو میتونی اصلا این سمت بذاری پشت اون بالا اینجوری تلویزیون رو نصب کنی. اصلا خیلی کارها میتونی بکنی. فقط مهم اینه که از اینجا باید بسازی. یا از زیر زمین باید خودتو بسازی. تو زیر زمین خودت یه همه تو زیر زمین خودشونو ساختن. تو هم خودتو تو زیر زمین بساز حسین. تو زیر زمین خودتو بساز تو زیر زمین. Mike. Hallo Mike. Come stai Mike? Ich komme auf Video. Genau. Poi sto in Albana. سلام. الان اومدیم به تولدمون تحویل گرفتیم. رستورانی که باید چندین سال پیش تحویل میگرفتیم ولی خدا رسوند و امسال تحویل گرفتیم. این هم میبریم بهتون شروعشو داشته باشیم تو این گوشی که بعدها سندی باشه برای خدای شکر بابت این چیزی که بهم دادی. ممنونم ازت خدای من که میتونم هیچی در این یعنی نمیتونم چجوری بگم ولی خدا رو شکر میکنم که اینجا رو حداقل رسید بهمون و شروع کار آلمانمون وقتی که میخواستیم برگردیم ایران. یعنی این دیگه ته داستانه. وقتی میخواستیم برگردیم رسیدیم به اینجا. میدونیم دیگه الان با برنامه دیگه خدایا صبر کنی بهت همه چی میده. اینجا هم شروع کار ما بود دیگه. این باشه به یادگار این فیلم که بعدها میدونیم که چیکار کردیم. این هم رستورانمونه. این هم اینجا. این هم بیرونش. 2 دقیقه واسه هم فیلم میگیرم از اینجا. که حرفا زیاده. فقط زمان صبر همه اینها صبر کنی همه چی داری. پس صبر کن تا بهت برسه تا بدونی که خدایی که هست دیگه صبر کنی برات همه چی رو میسازم. هر چی بخوای واسه میسازم. مشکلی نیست. تو فقط صبر کن. چقدر گفتم صبر از این کار بودم اینجا فارم شدید. آقا رستوران رو شروع کردیم دیگه. الان برعکس دوربینم. دوربین رو درست کنیم. اون چالشی گفتم یس مخ اینم برای خونه یک و ادامه خونه یک و رفیقا گفتم. امروز هم با 2 تا از دوستان اومدم اینجا و لایو هم اونجا داره برگزار میشه. البته
و اینکه حرفای خیلی قشنگی داریم. بیاید تو کانال رو ببینید و میریم جاهای زیاد تا ببینیم چه برنامه تو این کانال میتونیم واسهتون داشته باشیم. مارکو یعنی چرخیدن، یعنی دیدن شهرها. و الانم با این کتابی که خوندم، این کتاب‌هایی که یاد گرفتم ازشون و شکر گذارم، امیدوارم بتونم چیزهای قشنگ واسهتون در بیارم از شهرم، از جاهایی که میرم. مرسی.